درود به همه دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که منو نگاه میکنید. قشنگ من رضا فرشته هستم، فرزند ابراهیم، و اینکه ممنون میشم منو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید و کامنت انگلیسی بذارید در جهت رشد چنل بنده. خیلی خوشحال و ممنون میشم از حضورتون و اینکه زانگولرم بزنید که متوجه بشید من کی میذارم براتون ویدیوهای جدید. تا دید رضا فرشته بود، همون ارزشیه فکر کنم. آره باری کردم. خوب شدم. خب باشه. ولی شوهر خوب بعد از ننت فوش نمیدم. منو گوش کن یه دقیقه. میشه کسخوریمه. ننت میگه بخور. ننت تاتلیس میذاره، میگه یاد زمان جنگ میافتم بچه بودم میکوبیده را، میگه اونطوری بکو. تو میگه اونطوری بگو. ننت میگه مثل 11 اکتبر بگو. تاق مادرت بردار. عصبی هم از چیزی نگو. سر سایز دروغ و اینا دید از جواب. بیا دستای منو بگی با من دوست شو، با هم دیگه بریم تهران گردی کنیم. همین فهم. مرسی. شما به قیافت میاد معلم علوم یا شیمی باشید، درسته؟ خیر. توی کافه کار میکنید، درسته؟ باش من شونیم. اوکی ببخشید من برم، پدرم داره میگه بیا پشتم کیسه بکش. با اجازه. ببین هم این رنگ مو بهت میاد، همین روژه که زدی لامصب. خب کی میره سراغم؟ همین الان با پول، با پشتوانه مالی، همراه با خانواده میان برای خواستگاریتون. اول پدرت سلام کن. چقدر بیادبی. خواهش میکنم. چرچه سرش خونشی داری؟ نه بابا، قیافه جلوبندی پیکانه داشت. نه بابا اونم همینه دیگه، کیریه دیگه. عشق من دوست دارم. یه آن غیب شد. کردی تو کونت که غیب شد. یک آن دیدی که غیب شد و دیگر در نیامد. قربان خسته نباشید. اینجا آقا داریم صحبت می‌کنیم. مادر جن احترام آقا رو نگه داره، بزرگتر از ما. چه حروم لقمه‌ای آقا ببینید تا آستانه رضوی بره تو کون مادر حروم زده. الان ننت تو پنجره رو وا می‌کنه، سینه‌ش میذاره میگه شیر بخورید. کون مادرت بره پیپلان. الان میذاره تو پنجره. الان ننت میذاره تو شیر گاوه. ننت چاق خاک مادر جنده بی‌ناموس. قربان می‌بینید چه بی‌ادبیه. خیلی بی‌ادبه قربان. خیلی تو ننش تا فرزاد قربونتون برم، فداتون بشم. آقا رضا فرشته از اون شما بفرم، خواهش میکنم. قربونه خفه شو مادر، جوون داره صحبت میکنه. خفه شو بی‌ناموس بفرمایید شما. میشه فیلم ما رو لاموسن توی فیلم شما رو بذارم مثلا تو باغ وحش این مادر بغلتونه. این کسکش حیوونه بعد بذارم شبکه 4 که بیننده نداره ببینن. ای بابا خفه شو کت ننت بذار. واقعا شد تو بچه تهران پارسی؟ من نه. خفه شو مادر جنده. ببخشید جلوی شما من مجبورم از خودم دفاع بکنم. حقوق شهر من احترام آقا رو نگه می‌دارم، سبز پوشیده خیر. خفه شو مادر آقا خفه شو. ننه تو ولی کتونه با آخ و اوخ دردم گرفت، کم دادی، میسوزه، نمیدونم شیره خوردی، انقدر کیر اینقدر حرف نداره مادر جنده. انقدر کیر حرف نداره. اون آقا سبز پوشیده میدونه. بیا جلو عزیزم، این آقا اسم کوتاه حرف میزنه. بیا عزیزم بیا جلو عزیزم، بیا فدات شم. خواهرت مود سایلنت دیدی چجوری اومد پستونش گذاشت رو میز، آب دهنش هم قورت داد خار کن. ننه قبل بیا اینم خوابید بیا کسه بیا. بابا تو خیلی جنگی. رضا یعنی با خواهرت زمین تا آسمون فرق داری. بیا کجا داری میری؟ بیا کاری نداریم بیا. مرسی عزیزم. این حالا میتونی با صدای منم میکس بکنی؟ یعنی صدای مامانت هم باشه، من صدای منم باشه، یعنی اگه بتونی. خب چجوری صدای مامانم باشه؟ الان بود دیگه. چجوری حالم برو؟ مامان من تو ضربه تخم به 2 تا لپ. عزیز دلم موزیسیانی ها. فدات شم. کجایی تو الان؟ من شمالم الان عزیزم. کجا؟ متلقوی، رامسری، کجایی؟ خلال دشتی. دوستت دارم. اسمت من شما تو داشته باشم با حرف بزنم بعدم. اما بچه بالایی که با هم دوست میشیم. اوکی من مهدی.
مهدیس بیبی نفس منی مهدیس، توی اونجایی که نشستی کسی روی چپ نگاه بکنه همین وقت دنج سرویس میکنم. خانواده اومدیم عزیزم، همشون خانواده. به همه سلام برسون، همه رو دوست دارم. خانواده منه. مهدیسون یادداشت میکنم، بگو عشقم. اوکی عزیزم. 938. بله تهرانم، من رفتم سفر الان. الهی دورت بگیرم مهدیس خوشگلم. من الان سیو میکنم. مادرم اونجاست، یعنی الهی دوست عزیزم، عزیز دلم. من فدات شم، بهت پیام میدم باشه، مزاحمت نمیشم پیش خانواده. دوست دارم. خشمتو دوست دارم داری رو چنگال خالی میکنی. خشمی که رو چنگال داری خالی میکنی، به جای اینکه بیای یقه یارو بگیری بهترین کارو میکنی. بهم میگن شرط بقا، نباید خشمتو نشون بدی. جدی دارم بهت میگم. آفرین. با چنگال اینجوری کن، بگو اصلا به کیم که دوست دخترمو کرد، به کیم که نسیم جن، خشمتو رو چنگال خالی کن. چه زیبا هم میخورد. ماستم هست بخورید دوباره به لبتون. من پاک کنم با دستم عزیزم. جان از حرف میزنی داره دهنت بیاد بیرون، همینجوری نمیتونی نگه داری تو دهنت. دقیقا من جان چه گوشتی میخوری؟ دوست دارم باید بیشتر حرف بزنم. جان خورد شد زیر دندونا، دیدی؟ جان اینو استخون سگ داری خورد میکنی. درنده دیگه، جنگجو هستی درسته؟ جنگی درسته؟ ورزشکاری، خط محمد معلومه تو کار رزمی. آره چه مأخوذ به حیا هستی، تو سگ خیلی داد بیداد میکنی، اینجا خیلی آرومی. چطوری رضا؟ همینطوری. تو چطوری؟ منم اینطوری. چه خبر؟ تیپ زدی دختره نیومده؟ نه بابا سر کار بودم. سر کار تو ماشین بغل خیابون با این لباسا کارت چیه؟ الان اومدم توی ویزیتوری؟ بابا من کارم کت شلواره به قرآن. آها کار کت شلوار هستی. بچه پولداری پس؟ نه متاسفانه فروشندم. عیب نداره، به هر حال یه روزی به اون جایگاه میرسی. اصولا به عنوان فروشنده نباید به این فکر بکنی چه جوری کار مشتری را بندازی. باید فکر بکنی که زنای دور صاحب مغازه کیان. خانومش، خواهرش، فک و فامیلش، باید بدونی کجا فرو کنی. دقیقا میکنی. اگه بخوای همینجوری واسه یارو کار بکنی که این بگه خب دیگه یه پسر خوشتیپ گذاشتم تو مغازه، حمال منه، پولا رو من ببرم، کتا رو من بکنم، سفرا رو من برم، این واسه من خدنگی بکنه، به هیچ چی نمیرسی. یه روز عقده‌ای میشی، میری عمل جنسی انجام میدی، میشی ترنس، میری کس کاری. ولی اگه زرنگ باشی ببین با پنبه بزنی، یارو میگه دمت گرم زنمو، مرسی خواهرمو کرد. باید یاد بگیری با حیوان چجوری رفتار بکنی. کی گفته تو به این خوش تیپی جایگاهت اینه که فروشنده باشی؟ تو بکنی، تو رشد بکنی. ولی متاسفانه نیست. نه یاد بگیر دیگه. وقتت هم نذار واسه دختره همسطح خودت. دختر همسطح خودت تا 20 سال دیگه هم هست. تو که زن نیستی به ترشی، اون هست. برو سمت زنه، برو سمت زنای دارا، برو سمت صاحبکارت، برو بالاتر، برو فتح کن. حالا نرم سمت صاحبکارم میخوای؟ چون ویدیوش پخش میشه؟ آره راست. ولی منظور حرفامو گرفتی دیگه. آره فهمیدم. خیلی خب ببینم چیکار دفعه بعدی بذار تا بگم ندادی برم بعدی. آره برو دیگه، برو، چون میترسم شغلت هم از دست بدی. راستی اینم یه بخشی هم اینوری داره دیگه، ممکنه به گوخوری هم بیفت. چه صدایی؟ خواهش میکنم. مرسی، ممنون، لطف دارید. شما چی میل میکنید؟ ماکارونی. به کی خواهش میکنم، خیلی ممنونم. میتونم ببینمتون موقعی که دارید به حال میل میکنید باهاتون گپ بزنم؟ منم دارم میل میکنم. جان بابا چه خانم خوشگلی. تو رو خدا بذارید خود ببینیم تو روی ماهتونو. تحریم نکنید مثل آمریکا خانم، تحریم نکنید. ما همجوری زیر تحریم هستیم، به خدا درست نیست. تو اکسپلور. نه بابا اکسپلور چیه؟ اکسپلور ماره کسایی که مثلا پاشونو میخورم، کسشونو پاره میکنم، با شما دارم گپ میزنم. خوب هستین؟ بفهم. خیلی بیادبی. خیلی بیادبی. مال 3 سال پیشه. چیز جدید بگو. چه خبر؟ حیفت نیست ماکارونی بخوری؟ حیفت جوونیت نیست؟ چی بخوریم؟ خاویار؟ تو باید خاویار بخوری. من که گو میخورم. من کاسبم این وسط. ولی شما میتونید خاویار بخورید. باید بخوای، ته دل باید بخوای. تغییر از توی خونه شروع میشه. تغییر از همون جایی که هستید.
تغییر خودت از جیسر داری. نه تغییر همینه که یهو مثلا کد اینو گاز بزنی به میگن تغییر کار غیر قابل پیش بینی میگن واو چیکار کرد خورد رفتارهای عادی رو بذارید کنار رفتارهای عادی رو بذارید کنار از فردا به این قاشق برای خوردن نگاه نمی کنید همه چی رو عروسک کنید میخوام رشد کنید اینو میبینید این خواهر منه انقدر داد نفرین شد سگ من میخوام کارهای جدید بکنید شما طاووسین دقیق میکنید باید ببوسید به شمارت رو بده عشقم بگو عزیزم شمارت رو مکس نکن تعلل نکن من یه فرصتم برات تو رو میرسونمت به جاهای بالا جدی دارم میگم هزینه مشاورم ازتون نمیگیرم حشیش چیه هزینه مشاورم ازتون میگم نمیگیرم این حرفایی که من زدم هیچکی بهتون نگفت تو هیچ کتاب نمیفهمید که باید کد گاز بزنید من بهتون گفتم کمترین آدم تو دنیا که همچین حرفایی همون دیگه پس دنبال پیشرفت نیستید نه نه میتونم برای خدافظی انگشت پاتون رو ببوسم فقط لطف میکنید اگه لطف کنید بیارید من یه ببوسم کف پاتون نه تو رو چه خبر رضا فرشته بچه‌ها ما داریم کسچرای تو رو به دخترها میگیم مخشونو بزنیم میزنید یا نه حالا پس چی داشت نمیدن آخه تو الان سیست خوبه اون دوربین گذاشتی نمیدونم ستاپ اینجوری نیست الان خدا وکیلی میگم مادر من زشته ولی شوهر پولدار مادر تو به این کتی اینم شوهر کرده شوهر تو رو کرده شوهر منو نکرده شوهر مادر تو کرده پدر تو دارم میگم رضا فرشته چرا اینجوری میکنی خواهی خوشتیپ کنی خودتو خوشتیپ کنی خودتو مثل ننه خوشتیپی خود مادر تو چیز دیگه نیاز نداری بیشتر از این مگه هرگز تو بکن تو این گرونی خانواده خودتو بکن نکنی میکنم بقیه من الان میرم هم مادر خودم هم مادر تو رو میکنم این کارو میکنی تو آره دیگه من فقط همین کارو میکنم من فقط نمیه مادر کش ننمون با هم کش ننمون آیسا تموم شد دیدی گفتم یعنی من میدونستم یا آیسا یعنی 10 تا اس تو زنم بود یکیش آیسا بود شما در اومدید چقدر جالب 100% نداشت به به سیلوستر استالونه افغانستان دوست دارم خوبی کیرکولوف چی بود بوکسوره محمد علی کلی بود چی بود شبیه اونی محمد علی کلی آره محمد علی کلی آره قربونت ولی شبیه کی میشی بیشتر قربونت چون آره دوست داری نه من دوست دارم نه بخواد من دوست دارم از اصالت کجایی هستی نه مشکلی نیست نگاه کن ما با هم می‌خوایم صحبت کنیم نه ما با هم خیلی نمی‌تونیم صحبت مؤدبانه کنیم نه من با وسایل آقای محمدی کلی حرف نمیزنم پشت سر مرده حرف نزن تو چجوری حرف میزنی نه خیلی جاکشو ببین نمیشه خوبی عشقم سلام و درود بر شما. قربون شو فیلم تبلیغاتیه چیکار دارید میکنید نه با خودش نیست. خودشه خار کن ببر گوشی دستون خانم اونجا واسطه بیا شمشیرتو بکن تو کونت دقیقه ببر گوشی دستون خانمون بغله نه شمشیرتو خانم جون ببر خانم دوستت دارم نازی جون بیا برگرد بابا برو اونور کس که شبیه تهران میمونه قیافت برو اونور خارجیه برو بیا قیافت شبیه عکس کارت ملی قیافت شبیه عکس کارت ملی تنوز خجالت بکش برو اینو بیا گوشی بده به اون دختره من یه خورده باش حرف بزنم چی بگیم پروژه خونسا سازی بدم بهتون انجام میدید بچه‌ها نگو چرا نه نمیگیرم من عزیزم بگیرنتون فدات شم خودم دستگل میذارم گردنتون به اون قهرمان الان تو چیکار میکنید کارتون چیه خودم هم بیکاری الان ببینم نکنه شما یه شب عرق خوردید بلند شدید پیاده رفتید تا آلمان الان نمیدونید بعد چیکار بکنید نه اگه همینجوری رفتید اتوبوس بگیرید برگردید بیاین من نمیدونم همینجوری بلند شدید تو خیابونای آلمان شب میچرخید من نمیفهمم من میشه همچین چیزی تمام کلیبات دیدم من خودم ما کرده دوست دارید آره شما کرده خیلی منو دوست دارید یه بگم بالا چشتون ابرو میخواد کس منمو پاره بکنید خیلی منو دوست دارید خیلی من دیدم چقدر منو دوست دارید
قلب مایی بله دوست آدم خواهی نداره به شما چیزی بگه وگرنه که دهنم وام کردم هر چی تو دلم بود اینجا میگفتم. آه لب مرد آمستری نزدیکی ما لب مرد ولدی بیا الان میخوام منو بکنن حالا این همه بعد از اون خداحافظ. فیلم عروسی اخ من عروس بذار ببینم چه سینه هایی داره. واسه تو رو بذار ببینم چون مادر بذار ببینم چه سینه هایی داره عروس. بذار میشه رکورد نکنی میخوام چیز نشونت بدم. فیلم زن مردم دیدن داره بذار نگاه کنیم خواهش میکنم. اوف مادر پولدار هم بوده نه؟ نه متاسفانه. کی بوده؟ داداش خواهر عروس شوهر من نمیدونم بریم تو از کجا میدونی خواهر عروس شوهر داره که حالا اینو نمیدونی؟ تو که آمار همشونو داری. داداش من تو مراسم داشتم فیلم میگرفتم. باشه ما نمیگیم تو مراسم کار من که نمیگم که تو مراسم کار دیگه ای میکردی. من میگم این خانومه که یه بوس فرستاد اینجوری عروسم نبود اون کی بود؟ شمارهشو داری؟ من بدونم اگه پیداش کردم میگم رضا فرشته سلام رسون. خیلی خب شماره‌تو بده. من خیلی دوست دارم با فیلم عروسی جق بزنم داشته باشم. گاهی برام دو تا راش برام بفرست. بگو عشق. باشه 917. بله اونی که اون پشته یه عروس دیگه است درسته؟ چون سینه‌اش بزرگتر از این عروسه. آفرین چشات تیزا من خودم نمیبینم. قبول داری با تمام رفاقتی که باهاش داری با تمام مرامی که باید بهش بگی کیر تو صداش اینو قبول کن. درود بر شما. پشما من تو میشناسم. درود بگیرم تو چقدر ملیحی عزیزم. تو چرا انقدر ملیحی ظریفی خوشگلی تو چرا انقدر اینجوری ها؟ به خاطر تو میخونم یا تو یا هیچ کس دیگه میدونم یا تو یا هیچ کس دیگه. آیدی تو بده شماره رو بده دیگه. با هم دیگه آهنگ خوندیم یه کنسرت ما هم رفتیم من تو هم خاطره ساختیم. تو حالا منو میشناسی کنسرت این دختره بودیم به خاطر تو میخونم هنگام بده ازم شماره تو فدات شم دختره بده عزیزم بده فدات شم بهت زنگ میزنم دورت بگردم قرمت برم با من لج نکن بکن. وای الان جدی؟ آره عزیزم الان جدی ام فقط چم دیگه جدی ام. این چیه این مرده عزیزم نکن جدی ام مردم پشتتم پشتیبانتم حافظتم تو ناموس منی قرآن خود دارم تو کاسه بذارم تو سرم ال دورت بگردم ایچون وای 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 قرمت برم بگو شما تو فدات شم به چشم برو جلو بریم جلو چیزه به چه سیف کنم دورت بگردم. من سحرم سحر فه مرغ سحری از تو بیار بوس کنم عزیزم بدون من چقدر بده احترام قائلم عزیزم. فدات شم دختر اصیل دوست دارم. بردم خار مادر یا واسه مادرت اسنپ گرفتم بیاد یارو برده مادرت تو بیابون داره میکنه تو لوکیشنی که من دارم میبینم یا واسه چیزام زدم 110. خب تو که میدونی مامانت نه مامانت میگن داده کشیدتش تو جنگل کشیدتش تو جنگل مادرتو چی هم تو بستون من مامانت بره تو آدمی تو میبیشی دارم پیگیری میکنم آدمم دیگه نمیخوام ننتو یارو بگیره بکنه. اگه به من میده من حق آب و گل دارم عزیزم. من اگه ننتو میکنم من قدیم میکردم. این یارو کی الان برده لای علف ملف مادرشو گفتم. الان دوربین خودم من بهار شد بگو کی گفت مامانت بره مادر بابا اسنپ الان ببین اسنپی داره مادرتو میکنه بیابون. من دارم میگم آقا بذار زنگ میزنم پلیس. من حالا من میترسم زنگ میزنم پلیس مادرت جیده باشه پلیس بیاد منو بگیره بگه مزاحم نوامیس شدی. شاید بگه مزاحم نوامیس شدی. شاید خود ننت جیده است. خب من نمیدونم بذار بپرسم از ننت. بذار ننت بپرسم. وای من ننتم بدون کردم مریض نگیرم. وای حاجی چه فشاری میخوری چه فشاری میخوری کی منم بخور جون فیلم تو میذارم کنت راستش کششه باز بهتر از رضایه که تو شناسنامه توه. بله میخوای بکنیش چیکار فکرم میگی داداش نه فقط بشم مرسی بزن
و من سگ نمیکنم عشق منی. تو فقط دختر دوست داری ها؟ من معذرت میخوام مثل شما نیستم کونه مردم بذارم. ببخشید دورمان. نمیدونستم بعد پرده. بهت نمیخوره معمولا دشمن. من کجا دیدم یا نمیدونم. من لوله کشم. لوله کش. فرشته خیلی آدم پست. خفه شو نشه خار جنس تو بکش. برو لاشی هم جنس تو بکش. آدم معتاد سرش پایینه. برو آب نی. نه چرا برم آب نه آب نه. چرا برم آدم معتاد سرش پایینه. سرت پایینه. سرت پایینه تو سرت ببین جلو مادرت پایینه، جلو خواهرت پایینه، جلو زنت پایینه سرت. تو عملی کس مادر. عملی ننت کت. نه عملی تو چشت داره میره خار. هر پلکی که میزنی یکی سیگاری کشیدم. نه سیگاری نی. تو بنگی خار کن. تو جوونی الان نکن. تو به جای اینکه بری پیشرفت بکنی بری ورزش بکنی خفه شو مادر گوش کن. به جای اینکه بری درس بخونی خفه شو کی بره تو مادر جیده. به جای اینکه بری گوش کن استاد چیفو گوش کن. به جای اینکه بری ورزش بکنی گوش کن انه یه خارکسه. انه هم برات با کلاس ماشاءالله ماشاءالله دوست دارم. اولویه میخوری؟ یا جلویه میخوری؟ کدوم شد؟ سلام من کس بودم عمل کردم الان کیر دارم. خوب هستین؟ اومدم تو جمع شما. آره ایشون شنا. خوب هستین؟ کلا کاسکت گذاشته تو ماشینه؟ کسخال مسخاله درسته؟ این اون چیز است این اون چیزیه که به عنوان شوهر ببین این اون چیزیه که به عنوان شوهر میپسندی. میشناسی جدی؟ آره خدا تو اکسپلور دیدم. نه اینم داره زر میزنه داره پیازاقشو زیاد میکنه. عزیز دلم من چیز کنم من شمارهشو بگیرم که با هم ستایی بریم بیرون دفعه بعدی. کجایی؟ چقدر خوشگلی شما هم خوشگلی. نه ببین جفتتون خوشگلید ولی شما که منو نمیشناسی فکر میکنم تجربه جدیدی باشه. نه احمق اون منو میشناخت گوسفند همین بهت گفتین کیه. خودت دارم میگم عشقم دورت بگردم. فدای تو من بشم عزیز دلم. اوکی باشی فدات شم. بس تاج بذارم رو سرت بریم بگردیم ایشونم بیا دور هم باشیم. اوکی نه به خدا همونه. ولش کن اینم مریضه دیگه به حال یه چیز داره میگه عشقم. نه مریض خوب مریضای خفم مثلا سرطان پستان با کلاس چیز بد نمیگم که. چیز کن عزیزم این شماره تو من داشته باشم دورت بگردم بهتون پیام بدم. نه یاد داشته باشه و اینا. فالوور کی یاد دارم شما شماره تو من بدید من باهاتون آشنا بشم. لطفا حالا دیدی من یکی رو اشتباه آره دیگه سه تا دوست پسرات همین پرونده تا حالا یه جور حرف میزنه انگار خیلی حواسش جمعه. خیلی انگار حواسش رضا فرشته تو خیلی کسکشی. اینو مادرت هم میگه بعد جداییمون. میدونی چند سال دنبالتم کسکه؟ اینو مادرت هم به میگه اونم دنبالم. واقعا مادرت رضا. اینو مادرت هم به میگه باز اینم میگه برگرد بیا سر زندگی. قربونت برم. شما آبکیر منی یا مال حسامی شوهر جدیدش؟ ببخشید دوستان خیلی ممنون میشم که ویدیو منو لایک کنید سابسکرایب کنید کانال جاکشم و کامنت انگلیسی بذارید. مرسی. تا اپیزود دیگر خدا نگهدار.